4 ذکر قوی برای آرامش قلب قبل از خواب. اسلام برای همین لحظه ها ذکرهایی داده که قلب را آرام می کند و خواب را آرام، سبک و پر از امنیت می سازد. اینجا 4 ذکر بسیار قوی را می گویم. اگر هر شب بخوانی، خودت تأثیرش را در چند روز احساس می کنی. 1. آیت الکرسی، سپر محافظ قبل از خواب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که آیت الکرسی را قبل خواب بخواند، خداوند فرشته ای را تا صبح نگهبان او قرار می دهد و شیطان به او نزدیک نمی شود. این ذکر قلب را آرام می کند، ترس شب را می برد و خوابت را سبک و امن می سازد. 2. تسبیحات حضرت فاطمه. 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه فرمودند: این ذکر قبل خواب بهتر از هر چیز دنیا است. این تسبیحات فشارهای ذهنی، خستگی روز و اضطراب را از دل میبرد و باعث قدرت، آرامش و انرژی فردای انسان می شود. 3. لا اله الا الله با توجه قلبی. قبل خواب چند دقیقه چشمها را ببند و آرام بگو: لا اله الا الله. این ذکر قلب را از نگرانی، حسادت، غم و اندوه پاک می کند. هر کس با توحید بخوابد، با آرامش بیدار می شود. این ذکر درهای رحمت خدا را باز می کند و روح را سبک می سازد. 4. استغفار، پاک کردن قلب قبل از خواب. بگو: استغفر الله ربی و اتوب الیه. شب زمان حساب کردن با خود است. وقتی استغفار می کنی، گناهان روز پاک می شود. دل سبک می شود. خواب راحت نصیب انسان می شود و خداوند برکتی فردا را زیاد می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی 70 تا 100 بار استغفار می کردند. پس ما بیشتر نیاز داریم. اگه موافقی لایک کن.